سلام عزیزان، وقتم اگه بخیر باشه. من سهیل آینوندم. میخواستم راجع به اینکه چی شد که ما کانال خودمون گذاشتیم رو ایجاد کردم صحبت داشته باشیم راجع به این قضیه. این کانال به این جهت ایجاد شده که یک گرایش قلبی در من از سالها پیش وجود داشت برای اینکه همه هم نوعانم، همه واقعا انسان ها، هر موجودی که از جنس بشره، این رو اعلام بکنم که زندگی ما بدون اینکه ما خودمون متوجه بشیم، بدون اینکه ما خودمون حواسمون بهش باشه، در حال نابود شدن به دست شخص شخیص خودمون. و این از کجا داره ایجاد میشه؟ از کجا میاد؟ از زندگی روزمرم، از عادت‌هایی که در ما ایجاد شده هم که در واقع بعد این رو بپذیریم که خودمون ایجادش کردیم. علت این که از واژه خودمون شروع کردم اسم این کانال رو این بود که ما اول از همه برای اینکه بتونیم تغییر کنیم، برای اینکه بتونیم کورسوی امیدی داشته باشیم، باید بپذیریم که مسئول همه این اتفاقات ماییم. مسئول اتفاقاتی که در زندگی ما، پیرامون زندگی ما میفته، ماییم، نه کس دیگه. و تا مادامی که ما این مسئولیت رو نپذیریم هیچ تغییری نمیتونه رخ بده عزیزان، هیچ تغییری نمیتونه رخ بده. بنابراین به این قضیه توجه بسیار بسیار ویژه‌ای داشته باشه. حالا چرا واژه گذاشتیم رو گذاشتم کنارش؟ اینکه یه سری اتفاقاتی داره اطراف ما میفته که اون اتفاقات هر درخت سستی رو قطع میکنه و با خودش میبره. ما اجازه دادیم که سست باشیم، ما اجازه دادیم که این تغییرات ما رو با خودش ببره. یه نگاه بندازیم به این عکس کانال که یک تبر بزرگیه، توسط یه سری دستهایی داره به سر مردم فرود میاد، مردم ناآگاه، مردم بی اطلاع، توده‌ای از مردم. یه سری دستها هم دارن جلوی این تبر رو میگیرن و به قدری فشار این تبر بالایه که باعث شده این تبر از سر بشکنه و همچنان باز هم یه عده‌ای دارن سعی میکنن بزننش به سر مردم و یه عده‌ای هم بازم دارن جلوش رو میگیرن. شما اگه به عکس دقت کنید یه دستی هست که دست یه فرد دیگر رو گرفته که از روی این تبر ور داره و مفهوم این عکس این است که یه سری اتفاقاتی توسط خود مردم داره رقم میخوره علیه خودشون و یه سری آدم‌های دیگه هستن که نمیگم از روی دلسوزی، نمیگم از روی ترحم، بلکه از روی حس مسئولیت پذیری، بشر دوستی و به معنای واقعی کلمه خوشقلبی دارن جلوی این قضیه وامیستن. سعی میکنن با آگاهی بخشی مردم، با کمک به مردم، با توانایی دادن به مردم، با اصلاح باورهای منفی و غلط مردم اونها رو نجات بدن. ولی واقعیتش اینجاست که این تبرهه داره توسط خود مردم به سرشون زده میشه. بنابراین تنها راه مقابله با این تبر، با این تهدید، با این اتفاقی که زندگی ما رو بد کرده، خستمون کرده، تنها راه مقابله با اینه که اون دستها رو متقاعد کنیم که تبره رو نزنن، یعنی خود مردم. ما در عصری داریم زندگی میکنیم که فراوانی در جای جایش وجود داره. یعنی شما هر جایی رو نگاه میکنید منبع فراوانی رو همینجور دارید میبینید، وفور نعمت هست. تا همین 100 سال 200 سال پیش همه قصه ها راجع به این بود که آدم ها گرسنگی میمیرن، از قحطی میمیرن و این چیزها. الان آدم ها دارن از چاقی میمیرن، از پرخوری و سیر غذا خوردن میمیرن و مریض میشن. الان شما گله شهر همش ماشینه، همش خودرو میبینید. اینا کجا آمد؟ اینا پولش وجود داشته دیگه. اصلا سطح دغدغه های آدم ها رو نگاه کنید با آدم های 100 سال پیش فرق میکنه. الان میتونیم به جرئت بگیم یک فردی که یک زندگی متوسط رو به پایین در جامعه خودمون
من حالا با کل دنیا کاری ندارم، خودمون الان داره از پادشاهان 500 سال پیش مرفه تر این آدم. خب این یعنی چه؟ یعنی فراوانی در حال افزایش، اونم با سرعت سرسام آور. و ما آدم آماده این همه فراوانی نیستیم. همین باعث میشه که به سمت افسردگی و اضطراب و حال بدی و این چیزها داریم میریم. ما آماده این همه فراوانی نیستیم. باید بشیم، با تغییر باورهامون باید بشیم، نه اینکه جلوی این قضیه وایسیم باهاش بجنگیم، در برابرش مقاومت کنیم. به هیچ وجه. باید اجازه بدیم جریان آب ما رو بدون زخمی کردن با خودش ببره. چون این جریان آب، یعنی جریان فراوانی، اتفاق بدی نیست، ما باهاش مچ نیست. ما باید یاد بگیریم چجوری باهاش مچ. اگه خیلی خودمون رو ول کنیم اتفاق بدی میفته، اگر در برابرش مقاومت کنیم اتفاق بدی میفته. ولی اگر بتونیم حالتی منعطف داشته باشیم در این جریان آب، زندگیمون هم خیلی قشنگتر میشه. اما واقعیتش اینجاست که باید اینو یاد بگیریم، اینو بلد نیستیم. هدف اصلی ما از ایجاد این کانال همین بوده و هست که بتونیم دور هم با هم یک ارتقایی رو داشته باشیم، بتونیم با آگاهی بخشی به هم دیگه، چون واقعا فکر می‌کنم تنها کاری که پس ما برمیاد آگاهی بخشیه. آگاهی بخشی به هم دیگه بکنیم و اون باورها عوض بشه. باورها که توی ذهن عوض بشود باعث میشه که نمود خارجی داشته باشه که میشه رفتار. وقتی رفتار تغییر بکنه، رفتار فقط من سهیل، اوکی؟ یعنی ما فقط و فقط باید راجع به خودمون فکر کنیم، راجع به تغییر رفتار خودمون، تغییر باور خودمون، نیفتیم به جون بقیه، با بقیه نجنگیم، با بقیه کشمکش ایجاد نکنیم، فقط خودمون. من وقتی عوض بشه رفتارم، یک جمله من با یک فرد دیگه میتونه یک جدل یا یک دوستی صمیمانه ایجاد میکنه. اینا هممون میدونیم. یعنی شما کافیه الان پشت فرمون هستی، به یه نفر یه حرف ناسزایی بزن موقع رانندگی، احتمال خیلی زیاد اونم یه چیز ناسزایی به تو میگه و یهو میبینید که قفل فرمون دستتونه و وسط خیابونید بیرون از ماشیناتون. و شاید خدای نکرده اون وسط یه اتفاقی بیفته که خانواده ها حالا بخوان درگیر بشن. میخوام بگم ببین، با یه جمله میتونی نه فقط یه نفر دیگه بلکه خانواده اون نفر دیگر رو هم درگیر کنی، خانواده خودت رو هم درگیر کنی. اونا هم که درگیر بشن، برای مثال یه نفرشون هم بره سر کار با همکاراش درست صحبت نمیکنه، ممکنه اونجا هم یه درگیری ایجاد بشه. دوستان، خودمون رو بسیار بسیار تاثیرگذار در این عالم بدونیم، چون واقعا همینطوره هستیم. یه مدیر که 10 تا زیر دست داره فقط کافیه که اون روز اعصابش خورد باشه، حال 10 نفرشون رو میگیرن. و اون 10 نفرم فکر کنید که هر کدوم زن و بچه دارن، اونا هم با یه حالی گرفته میرن خونه و حال 2 نفر دیگر هم هر کدوم میگیرن، میشه 20 نفر، 30 نفر. حال 30 نفر اینجا خرابه توسط یه مدیر، یه نفر. حالا ما میگیم مدیر، همکار و هر چیز دیگه. یعنی یه بچه کوچولو توی خونه میتونه حال پدر مادرش رو بد کنه. اینو به کرات دیدیم. پس واقعا یک نفرمون تاثیرگذاره. باید از این یک نفره شروع کنیم. از این یک نفره باید شروع کنیم. من سوال باید خودم شروع کنم. من عوض میشم، تاثیرات مثبت و خوب و بسزایی روی اطرافیانم میذارم، اونا هم عوض میشن، اونا هم تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی نه اینکه من برم سراغ اونا، من باید خودم عوض کنم. و این کانالم هدفشم با آگاهی دادن، با تمرین دادن. ما حرفمون صرفا حرف نیست، ما مثالهای کاربردی میخوایم بزنیم، چون من هم میخوام پا به پای شما حین این آموزش ها رشد کنم. آموزش هایی نمیخوایم بدیم، حرف هایی نمیخوایم بزنیم که هیچ محتویات به درد بخوری نداشته باشه، صرفا بخوایم یه ذره هیجان بدیم و ای آره خفنیم نمیدونم بریم بهتره کنیم. نه، میخوایم حرفایی رو بزنیم که خود من دارم با تمام وجودم هر روز سعی میکنم اجراشون کنم، تمرینشون میکنم.
با هم دیگه قول و قرارهایی خواهیم داشت که بتونیم رشد کنیم، که بتونیم تغییر کنیم. من میخواستم این ویدیوم بیشتر از 10 دقیقه نشه، الان چند ثانیه هم بیشتر شد. خلاصه که این کانالیه که واقعا میتونم بگم حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت. مطالبش رو جدی بگیریم، مطالبش رو اجرا بکنیم، وگرنه خودمون داریم با ناآگاهی خودمون تیشه میزنیم به ریشمون. همون قضیه تبر است. لحظه‌ای غفلت مساویس با اینکه داریم به خودمون آسیب میزنیم. لحظه‌ای تنبلی، لحظه‌ای درنگ بی موقع، اینا خطرناکه برامون. یه حرفی اگه بزرگی بود میگفتش الان تو این دنیا تغییر نکردن بزرگترین ریسکه. راستم میگه. تو عصر حاضر که همه چی داره عوض میشه، تغییر نکردن بزرگترین کار خطرناکه. بهتر بگم خطرناکترین کاره. من اینو توی زندگیم دیدم و سریع دردم اومد. دوستان اگر سریع دردمون نیاد در برابر تغییرهای منفی کوچک، سریع دردمون نیاد، میشیم حکایت اون قورباغه‌ای که گذاشتنش توی آب داغ و آروم آروم پختنش. چون اون قورباغه در برابر گرمای کم واکنش نشون نمیداد، انقدر واکنش نشون نداد یهو به خودش اومد دید پخته شدم، نابود شدم. احساس نابودی کردیم که میخوایم تغییر کنیم دیگه. احساس خیلی بد و منفی اومد سراغمون که میخوایم تغییر کنیم. اگه خیلی خوش میگذشت که دیگه میگفتیم ولش کن، ولی خوش نمیگذره. این حالتی خوش نمیگذره. خیلی متشکرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و این صحبت ها نه نوشته شده روی کاغذ، نه نمیدونم واسهش طرح و برنامه ریخته شده، نه، یعنی واقعا این حرفا همین الان اومد. علتش هم اینه که من با این حرفا دارم زندگی میکنم. علتش اینه که این کانال رو من واقعا با جون و دل زدم. نه یه کانالی باشه که حالا صرفا بخوایم یه عده دور خودمون جمع بکنیم و فقط ما ویو بگیریم و نه. هدف واقعا آموزشه و چه دانشگاهی بهتر از یوتیوب برای آموزش. مراقب خودتون باشید. عزیز دلمید. ما ویدیوهای بعدی رو هم میذاریم و همینجور پرقدرت ادامه میدیم تا بتونیم یک تأثیر مثبت در زندگی همدیگه بذاریم. تغییر شما قطعاً به من هم برمیگرده و باعث تغییر من هم میشه. تغییر من هم قطعاً بر این جهان تاثیرگذار خواهد بود. هر روز خدا دارم تغییر میکنم و تاثیرگذارم. اینو به خودت بگو، چون حقیقته. دمتون گرم. دوستتون دارم. موضوع خودتون باشید. خداحافظ.